اینجا منطقه نیدره سو بزرگ لواسان، شهر لواسان هستش. در سال 70 10,000 متر زمین خریداری کرده که با 29 هکتار تجاوز مجموعه رو به 30 هکتار توسعه داده. حداقل ارزش این از متر 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان می باشه. 300 میلیارد تقریبا حداقل قیمت این 30 هکتار زمین هستش با قیمت امروز منطقه سو بزرگ. بعد اینا قطع بندی شده یا نشده هنوز؟ اینا سند شده و قطع بندیش از طریق درختکاری و فضای سبز همونطور که مشاهده می‌کنید، ولی دیوار کشی نشده. دیوار کشی نشده ولی درختات قطع بندی شده که همه اینا بله سند دارن. همه در آینده ویلا میشه و همه هم ظاهرا سندای قطعات تفکیکی دارن. خب مجوز اینو کی سند و اداره ثبت زده این سندو برای اینها؟ ثبت لواسان با تمدید آیین نامه ماده 147 مالک توانسته استفاده کنه از قانون ثبت و این قطعات رو تفکیک کنه و سند بده. زمینی که خریده حدود 15-20 میلیون خرید 10,000 متر اولیه رو، ولی با توسعه که داده منطقه رو تا 30 هکتار توسعه داده که تصرف متجاوز هست. اینجا اومدن آقایون از این دور اطراف اومدن و ریختن اینجا و خلاصه زمینای اینجا رو گرفتن، همه رو تصاحب کردن و ساختن و دارن توش زندگی میکنن. چجوری تصاحب کردن؟ همینجوری زوری، چون که اینا نه سندی دارن نه بساطی دارن، همینجوری اومدن اینجا مال مردم ضبط کردن. و اینجا شما نگاه کن الان این رودخونه مال لواسون، این رودخونه لشکرک، تمام رودبار قصران هم از این رودخونه، یعنی این رودخونه ها آبش همه میاد تو این رودخونه. سال 35-36 بود اینجا یه سیلی اومد که تمام این رودخونه از پای اینجا این هزار دره بهش میگن دره لاتقمچی تا این تپای این زیر احمدآباد اصلا همینطور اوشون، فشم، لالون، زاگون، شمشک، دربنسر همه رو سیل برداشت. همینو میگم، یعنی خونه ها در حقیقت تو کنار رودخونه هم هست. درست؟ آره دیگه، اینا الان اومدن این همین کنار رودخونه رو گرفتن ساختن دیگه. در مسیر سیل در بله، رودخونه رو با این زمینای کشف همه رو اومدن ضبط کردن و ساختن. احتمال اینکه طرفی که ملکی رو ابتدا به ساکن خریداری میکنه تو منطقه از خلاهای قانونی و از راهکارهای قانونی که دولت برای طبقه عموم مردم امتیاز قائل میشه استفاده کنن و با توان مالی و ارتباطاتی که قطعا خریداران زمین دارن میتونن استفاده کنن و با توجه به فرجه های قانونی که دولت میده بتونن به این وضعیت زمین ها رو خودشون توسعه بدن و افزایش بدن. اصلا الان این شخصی که اومده اینجا رو خریده جزء همین محلی ها حساب میشه یا از جای دیگه اومده؟ نه، اینا همه افراد غیر ساکن و غیر بومی لواسان هستن و 80% اراضی لواسان حدوداً غیر از لواسانی ها الان مالک هستن. ما دلمون از این میسوزه که من شغلم دامداریه، این مسیری که باید گوسفند بچره چیز بکنه، اقلا ما اگر اینجا بخوایم 500 تا بره تولید میکنیم 50,000 نفر این جمعیت ایران ازش استفاده میکنه. دیگه چراگاه دام ما تموم شده، بسته شده. باید بریم یونجه کیلو 1000 تومان بخریم بیاریم بدیم به این حیونا بخورن که بتونیم اینجا زندگی کنیم دیگه. زمینی که خب حد تعریف داره، اگر زمینی واقعا تفسیر داره نمیشه بگیم آقا یه زمینی پلاکی کنار مستثنیات تا قله همش مستثنیاته. یه پلاک معلومه چند برابر مساحت خودش مستثنیات شاملش میشه، نه در این حد اندازه که 10,000 متر بشه و 30 هکتار. مسئله بعدی اینه که اطلاع مالکین از خلای قانونی. شما ببینید وقتی زمینش محصور میشود میگه آقا بدون حکم وارد نشوید. دقیقاً کارمند میاد پشت در، پشت ملک طرف که داره توش اقدامات غیر مجاز انجام میده میمونه تا بره حکم قانونی بگیره. زمان گذشته و مالک و فرد متصرف سودجو به هدفش میرسه. ما قاعده و قانون داریم در برداشت از جنگل. میگه اگر جنگلی را کسی اجازه گرفت برداشت بکنه، خب شرایط داره به چه درختی سر بزنه، چکش به کدوم درخت بزنه، ما به ازاش چه نهالی را بکاره، چه مقدار بکاره. ولی کنار اون میان یه جریمه ای هم میذارن که اگر نکاشت مثلا این جریمه رو بدید. این یعنی چی؟ یعنی این که به اون شخص برسونیم آقا تو میتونی
جنگل رو ازش برداشت بکنی، جنگل رو برای نسل آینده پرورش ندی. اینجاها اشکال پیدا میکنه و اتفاق میفته. یعنی شورای حفظ بیت المال بایستی بیاد در جاهایی وارد عمل بشه که یه عده اومدن تعرض کردن. نبایستی بیاد در جایی وارد بشه که سازمانی خوب وظیفه خودش رو عمل نمیکنه. ما الان در بعضی جاها این اشکال رو داریم که وظایف خوب عمل نمیشه. از جناب آقای مهندس توکلی ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبریزاری شهرستان آستارا و فرماندهی محترم انتظامی بخش دوندویر که امروز به عنوان مرجع انتظامی همراهی میکنند در رابطه با بحث اجرای حکمی که به منظور رفع تصرف از عرصه منابع طبیعی انجام میگیره. سال اینجا ما زمین میکاریم برداشت میکنیم، الان 15 سال نه به ما اختیاری دادن هیچ چیز، از خودش یه حکم برداشت اومده امروز میخواد اینجا رو خراب کنه. چند متر این زمینی که اینجا نمیدونم شما؟ خب تو که اینجا میگی من 15 سال نمیدونی زمین چند متره؟ دقیقاً نمیدونم دوره 7000 متر درسته. اینجا چی میکارین شما؟ چی کاشتین؟ اینجا اول چیز میکاشیم بریم سبزی مبزی، الان کیوی، الان 10 سال میشه کیوی کاشت. تقریبا 30 سال این داریم میکاریم، زمین مال اونه. یه بار از اداره جنگلداری شکایت کردن، اومدن گفتن 3000 متر زمین مال دولته. بعد اومد اینجا حکم اجرا کردم، 3000 مترش تحویل دادیم. نگاه کن از اونجا تحویل داده اینجا کیوی کاشته بوده. تمام ماسه ایناست. اومدیم تحویل دادیم، الان اومدن بدون اینکه به این آقای حاجی دوست بشن رفتن حکم گرفتن. این نمیدونست آقا اینجا رو میان خراب کنه. این زمین به استناد سوابق اجرای ماده 56 سندم به نام دولت اجرای ماده 39 گرفت که ملی هست و بر حسب قوانین از ایشون درخواست خلیت قلقم گذاشته شده، حکمم صادر شده. بهتر ما موظفیم حکمو اجرا بکنیم. اینجا زمین منابع طبیعی اینجا جزء منابع طبیعی هست. چند متر هست این زمین؟ الان نزدیک به 4000 متر. اینا هم نقشه مادره، کسی که خب دشمن با شما نیست، اینم شما در نظر منابع طبیعی قبل اینکه این چیوی رو بکاره کجا بوده؟ خب شاید چرا نیومده بهش گیر نداده، نگفته نکارا؟ چرا بهش این همه خرج زده گفته یا اینقدر خرج کرده 30-40 میلیون اینجا بنده خدا خرج کرده، وام برداشته. اینا رو باید از کجا بده؟ میدونم حرف شما درسته ایشون، ولی خب ایشون هم باید میدونسته این زمین مال خودش. ایشون 20 سال این همه این زمینا رو میبینی هیچ کی سند نداره اینجا، هیچ کی سند نداره. اصلا خونه‌هاش که اونجا دارن الان برو بپرس ببین سند داره سند نداره. ولی اینجا هم سند نداره. ولی خب این 30 سال اینجا رو کاشته. این اولش میومد میگه نکار اینجا رو چیز نکن مال منابع طبیعی. چرا نیومد بهش گیر نداد؟ یعنی شما میگید زودتر این اتفاق میافتاد. عجیب زودتر میشه. خب این همه زحمت نمیشه، پول خرج نمیشه از اونجا. ما عینه به چشم میبینیم همین لوله گاز اصلی هستش. ما یه قانون داریم حریم لوله گاز. شما حساب کنین پایه را کجا زدن، لوله گاز کجا هستش. خب این خطرات در نظر نمیگیرن. بحث سودجویی، بحث تمرورزی هستش. این عزیزان تذکر داده شده قبلا، اینا در دادگاه بدوی محکوم شدن، اعتراض کردن، دادگاه تجدید نظر استان رفته، کارشناس آمده، دوباره مراحل از نوع اون ایرادات برطرف شده، منجر به حکم شده، دوباره حکم اینا ابلاغ شده. وقتی خودشون جامعه عمل نمی‌باشن، در مقابل قانون سر تعظیم فرود نمیارن، شما حساب بکنید دیگه منابع طبیعی چیکار بایستی بکنه. من به عنوان یک نفر از مردم ایران حق دارم یک سهمی از جنگل رو داشته باشم. این سهم عمومی رو عرض میکنم. حالا اگر یکی میاد سهم از جنگل من رو برداشت میکنه، بعد جنگلی برای آینده من ایجاد نمیکنه، نظارت کجا میره؟ شورای حفظ بیت المال برای اینه که دزده رو جلوش بگیره، غارتگره رو جلوش بگیره. سازمان ها من فکر میکنم یه مقدار بایستی جدی تر وارد عمل بشن، از حقوق خودشون
خب ممکنه بعضی جاها اشکالات داشته باشن. مثلا ما جایی را داریم که هزاران هکتار زمین هست، 1 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر اونجا متولی این کار هستن. خود به خود گرا داده میشه که آقا بیا اینجا کسی نیست دیگه، بردار ببر. شخصی با هویت معلوم اومده حدود 5000 متر از اراضی دولتی رو تصاحب کرده. بررسی‌ها که انجام شد صحت خبر تایید شد و بچه‌ها موضوع رو مورد رسیدگی قرار دادن و بعد از مشخص شدن اون اداره مربوطه این زمین که متعلق به اون اداره در اختیار این اداره بوده، حالا نماینده حقوقیش رو دعوت کردیم، اومدن با اسناد مدارک مشخص شد بله این اراضی در اختیار یکی از ادارات دولتی است و جزء بیت المال محسوب میشه. شهرداری هم این منطقه را کلاً برای ایجاد فضای سبز اختصاص داده و برای همون مدعیان هم اخطار کرده که مراجعه بکنن به شهرداری برای تعیین اگه احیانا مالکیتی دارن اسناد مدارک مثبت ارائه بدن. چون ارزش این زمین اگر حساب بکنی یک چیزی بالای 400-500 میلیارد تومانه. چشمه هست، این چشمه خودش دلالت بر این میکنه که این ملک عمومی منابع طبیعیه. چشمه اینجا هست. بله چشمه تصرف کرده، خودش هم وانمود میده که قناته، ولی نه اینجا اصلا اعلام موجودیت نمیکنن. این زمین با این ارزش یه گوشه افتاده و هیچ کسی متولیش نیست. علتش چیه؟ خدمت شما عرض شود که ما هم متاسفانه همین مشکل رو داریم. اگر ادارات متولی زمین، یعنی این زمینی که در اختیار اون اداره مربوطه هست، اگر بیاد اینجا نشانگذاری بکنه یا دیوار بکشه، اگر در داخل محدوده شهر با دیوار کشی و با فنس کشی اینو مشخص بکنه و نظارت بر زمینش داشته باشه، کسی هم افراد سوجو نمیتونن بیان. وقتی که بیاد اینجا ببینن حالت دیوار کشی، فنس کشی و با تابلو مشخص بکنه مثلا اینجا متعلق به اداره راه شهرسازی، متعلق به شهرداری، متعلق به ستاد اجرایی حضرت امام، هر قسمتی از ادارات مربوطه بیان اینا نشانگذاری کنن، فنس کشی بکنن، مشکلات ما هم کم میشه. نتیجتاً کسی که میخواد به سرعت به ثروت برسه مجبور میشه مسیرهایی رو انتخاب بکنه که این مسیرها قطعاً خیلی مسیرهای قانونی نیست. این یک نکته است. نکته دوم، معمولاً این دسته از افراد میگردن دنبال جاهایی که خلأ هست. حالا یا خلأ قانون هست، یا خلأ نظارت هست، یا تعدد سازمان‌های نظارتی هست که از گپ این تعدد سازمان‌های نظارتی میتونن استفاده بکنن. موضوع زمینخواری از همین مدله. یعنی ما زمین‌های فراوانی رو داریم در اختیار سازمان‌های متفاوته که دیگه شماها خوب بهش پرداختید و مردم هم خوب میدونن. ضعف نظارت هم داریم. خود زمین هم فز نفسه از جمله چیزهاییه که چون ثروت به همراه میاره و قدرت به همراه میاره، گروه‌های زیادی به دنبال این هستن که تصاحبش کنن. اینجا متعلق به کیه؟ نمیدونیم. ما می‌خواستیم از شما بپرسیم. چون دیدیم از اونجا جرأت کردید از اون سیم کارت رد بشید. آره گفتیم از شما بپرسیم که ببینیم. یا خریدار زمینی شما کاملا اشتباه میکنید. نه خیر، ما یه هوای اینجا خیلی تمیز بود، گفتیم از هواش استفاده کنیم. اشتباهی گرفتید. از فضای زمین استفاده نمی‌کنن. ما زمین به گروخون ما نمیخوره. بله. جزء مشاورین املاک این منطقه هستن، اومدن این زمین رو حالا یا شناسایی بکنن یا برای مشتری خاص خودشون نشون بدن. دیگه حاضر به مصاحبه هم نشدن، حاضر به پاسخگویی به سوالات ما نشدن.
همانطور که شما هم در جریان هستید، این زمین به اصطلاح با متراژ 5000 متر در انتهای ولنجک ارزش ریالی خیلی بالایی داره و خدمتتون عرض کنم اینجا متعلق به منابع ملی هستش، در اختیار یکی از نهادهای دولتی، ادارات دولتیه. یک شخصی با شناسایی منطقه و با استفاده از خلاهای قانونی و با استفاده از اسناد صوری و جعلی این متراژ 5000 متری رو مورد تصاحب و تصرف غیرقانونی قرار داده. ما بالاخره تو این مملکت به دنیا اومدیم، اینجا از دنیا خواهیم رفت. نه آمریکایی هستیم، نه نمیدونم انگلیسی هستیم، نه پولا. ولی آقایون میان اینجا پول اینجا رو برمیدارن، عشقشون همه دور دنیا میگردن. ما تا شاه عبدالعظیم هم میخوایم بریم، اونم حالا دیگه میخوایم اقلا یه زیارتی بریم، اونم نمیتونیم بریم. این داستان این لباسون و این چنارون و الان همه ایران چشون به این لباسونه دیگه. هر کدوم هم به عناوین مختلف اومدن ضبط کردن دیگه. حالا زوری بوده، پارتی بازی بوده، نمیدونم فلان. ما در نزدیکی دریاچه هستیم، سد لطیان دیگه، درسته؟ بله. ما در 50 متری دریاچه ویلاهایی میبینیم، ویلاهای خیلی به اصطلاح بزرگ و شیک به قول معروف. حالا به نظر شما در این فاصله دریاچه آیا اینا دل تو منابع طبیعی نیست؟ اینا چجوری مجوز گرفتن؟ اینا چجوری ساخته شده اینجا؟ آیا اینا کسایی به قول معروف چه کسانی هستن؟ شما چه توضیحاتی در این مورد دارید؟ این مجموعه ساختمان‌هایی که مشاهده می‌کنیم در انتهای سرو بزرگ و نزدیکترین فاصله با آب دریاچه سد لطیان هستش که از حدود 14 سال قبل این مجموعه شروع به ساخت و ساز شده که امروز شما شاهد اون هستین و تحت منطقه جغرافیایی شهر لواسان اینجا محسوب میشه. متاسفانه بدون مجوز افراد متمول و سودجو میان اینجا ویلا سازی میکنن و ارزش افزوده زمین ایجاد میشه و زمینایی که کشاورزی باید بشه و دمزار بوده تبدیل به ویلاهای مسکونی آنچنانی میشود برای افراد. الان که دید اینجا زمین لواسون به پول رسیده، برگشتن اومدن نعبه و نتیجه و همه اومدن ریختن اینجا و زمین اینجا سندش سند حق تألیفه. سند حق تألیف یعنی چی؟ یعنی چراگاه دام. اینجا چراگاه دام؟ بله. اینا اومدن ریختن اینجا و دیدن خب زمین قیمت پیدا کرده، همه رو اومدن ساختن و با اون ساختن و با این ساختن و همه رو خونه ساختن. الان دیگه دامم اینجا بخواد بیاد با اینا نمیتونه بیاد که نمیتونه بیاد، اگرم بیاد باید با اینا اره بده تیشه بگیره دعوا کنه دیگه. اینجا در حقیقت چراگاه دام شما بوده قبلا، درست میگم؟ اینجا من تنها دامدار این منطقه هستم و اینجام چراگاه دام بوده. متری الان اینا چنده به نظر شما؟ اینا حداقل از متر 1 میلیون تومان به بالا این اراضی ارزش افزوده داره و قطعاً هم میتوانند افراد با مشاوره حقوقی و وکیلایی که میگیرن و ثروت و درآمدهایی که دارن میتونن در اجرای قانون تسریع ایجاد کنن و موفق بشن که به اسناد مالکیتشون و یا پایانکار یا جوازشون دست پیدا کنه. به نظر من وقتی سازمان ها با هم هماهنگ و هم فکر و همراه نباشن وضعیت به این شکل میشه که شهر وظیفه‌شو هر کسی به دیگری محول میکنه. اینا اصلا وضع این لباسون به هم ریختن. یعنی اگر 2 تا آدمم که اینجا داشت زحمت میکشید و زندگی میکرد، اونام بچه‌هاشون چی شدن؟ میگم مثلا تو پسر فلانی که من باید کمتر باشم، اون ماشین اس 500 میلیونی سوار میشه، من نباید ماشین داشته باشم. اینه که دیگه دنبال کار درست نمیرن. منطقه روبرو که شاهدش هستیم اون منطقه‌ای هستش که داخل تصرف انسانی باعث شده یه منطقه توده عظیمی حرکت کنه به اسم منطقه رانشی و در حال حرکت به داخل سد دریاچه سد لطیان میباشد. این هم آثاری که بشر با دست خودش انسان‌ها ایجاد میکنه. به اسم منطقه میلارد معروف هستش. حالا پلیس اینجا چه نقشی رو بایستی ایفا کنه؟ یک نقش تا حدودی اطلاع رسانیه که داره توسط شماها انجام میشه، یعنی به مردم بگوید آقا خانومی که یک مرتبه میبینی
یک نفر به عنوان صاحب یک زمین داره به تو یه پیشنهاد خیلی خوبی که سود خیلی خوبی توشه دارد میکنه، یک سوال برات پیش بیاد که چرا قبل از تو کسی نبوده این سود رو پیدا کنه؟ معمولا خیلی ها دنبال سود هستن، چی شد که به من رسید؟ این مقدار شک بکنه که احتمالا یک جایی کار اشکال داره. این یک نکته هست. نکته دوم، به سازمان های نظارتی یه توجهاتی رو بده که داره انجام میده. نکته سوم، ورود در مناطق مورد علاقه مجرمینه. یعنی اون جایی که زمین ارزش دارد، قیمت داره و اون گپ‌های نظارتی هم توش هست و شکاف‌های نظارتی هم توش هست. خود شما به عنوان یک انسانی که در حقیقت متولی حفظ منابع طبیعیه، این ویلاسازی‌های توی جنگل، این مثلا 4 طبقه تو دل جنگل، آخه اینو نباید مجوز بدن دهیاری یا شهرداری یا هر کسی که بخشداری ها که متولیان. خب اینم یه نمونه بارز تخریبه. آیا با من موافق هستین نیستین؟ ببین، ما از بالاخره همه دستاندرکاران دولت اینن که بتونن خدمات بدن به، اگر روستاست در دل جنگل بتونن این روستاها تجمیع داشته باشه، بتونن خدمات رسانی بکنن به اونها. یعنی کسی که تو روستاست با توجه به اینکه مستثنیات داره، بالاخره مستثنیات مالک شخصی طرفه. وقتی که قانون هم اونجا به عنوان یک روستا دیده شده، تراحادی هم داره، اونجا دیگه طرف حق خودش میتونه زندگی رو داشته باشه. اما شما میبینید که خانه های زیر 10 خانوارن یا اینا هستن تک خانوارهای جنگل نشینن، به اینا خدمات داده بشه، واقعا این یه ظلمیه در حق 75 میلیون نفر، چون همه از این جنگل های شمال بهره‌مندن. یعنی واقعا یه ظلمیه. یعنی به اینا اگه بخوان خدمات بدن، پشت سرش جاده هست، پشت سرش تلفن، گاز، آب، راه، برق، با توجه به توپوگرافی هایی که جنگل های ما داره. شیر بود، ماست بود، کره بود، اینا رو ما خودمون تولید میکردیم دیگه. الان کره نیست که ما کره رو میخوابیم خواب میبینیم، خدا پیغمبری همون کره یه مصنوعی میخریم. قبلا ما خودمون کره میبردیم بازار میفروختیم، پنیر میبردیم میفروختیم، مرغ میبردیم میفروختیم. الان هیچی نداریم. حتی کاری کردن که این جنگل داری و یه دونه مرغ هم نمیتونیم ما نگه داریم. اگر یه گوسفندم خدا پیغمبری بره توی تر، جریمه میکنن ما رو. منطقه هیران یه منطقه ییلاقی بسیار با آب و هوای عالی. یه زمانی منطقه هیران جمعیت زیادی داشته، بیشتر از اینجا مهاجرت کردن. اونایی که رفته بودن دوباره برگشتن اینجا. منتها اون زمان با مساله سنتی درست کرده بودن، خونه هاشون زیاد به چشم نمی اومد. الان دیگه با مساله به روز درست میکنن که اینجوری. آقای مهندس، آخه این ویلاهایی که من میبینم تو بهترین مناطق کشورم همچین ویلاهای خوشگلی پیدا نمیشه. درسته. یعنی در حقیقت اینجا یه موج ویلاسازی داره شروع شده. حدود 421 تا ما اینجا ویلا داریم. بله. تقریبا از 25 سال پیش اینجا شروع شده به ویلا سازی. از اون موقع 1-2 تا دیگه یواش یواش زیاد شده تا اومده رسیده امروزه به 421 تا ویلا. الان چند واحد ویلا اینجا ساخته شده؟ ویلا حدوداً از شاید شکل از 20 سال پیش ساخت و سازش شروع شد. از 20 سال پیش شروع شد. از 20 سال پیش شروع شد. دهیاری سال تأسیسش سال 84. یعنی از سال 84 به قبل کلی ویلای منطقه ساخته شده بوده. شما از سال 84 چقدر مجوز دادین ساخته شده؟ من خودم از 2 سال قبل اینجا. از 2 سال قبل چند تا مجوز دادین شما؟ از 2 سال قبل فکر کنم حدود 50-60 تا. 50-60 تا فقط خود شما دادین. تو این ده
این همه واحد مسکونی میتونیم داشته باشیم؟ نه، اولا که گفتم از 20 سال پیش ویلا سازی شروع شده. یعنی شما مخالف، یعنی قبول داری که غیر اصولی ویلا سازی شده؟ بله شده، بله. از 20 سال قبول. بله. ولی خب ضوابط اونایی که داخل کاربری مسکونی ان به اونا مجوز میدیم. اونایی هم که داخل کاربری مسکونی نیستن، کاربری باغاتان، مرتن یا چیز دیگه ای ان، اونا هم با ضوابط خودشو داره ما از ادارات مربوطه استعلام میکنیم. خب یعنی موافقت کاربری با کیه؟ مجوز تغییر کاربری با خود شما؟ نه، با بنیاد مسکن. با بنیاد مسکن. چون الان من زمین کشاورزی اینجا نمیبینم، همه مناطق مسکونی، یعنی واقعا زمین کشاورزی نیست اینجا. بله. اصلا کشاورزی قبل از اینکه ویلا سازی شروع بشه کشاورزی تعطیل شده بود. نابود شده. بله تعطیل شده بود کشاورزی. یعنی پس همه کاربری تغییر شده. یعنی به اصطلاح کشاورزا صرفه اقتصادی ندارن، کشاورزی نمیکنن، ربطی به ویلا سازی نداره. الان باز کلی زمین‌های دیگه هم هست که میشه کشاورزی کرد. زمین ولی نمیکنه. علت این که اینجا به این روز افتاد، حیران یه جاییه که این نگینی میمونه، همه اینا میبینن، ولی خیلی جاهای دیگه هستش. الان روستاهای اطراف بریم من نشون بدم به شما، به خاطر اینکه از کشاورز، از دامدار حمایت نشد، کلا خالی از سکنه شدن. حیران به خاطر موقعیت جغرافیاییش کنار شاهراه بین المللی هستش، بعدن یه ذره چشماندازش نسبت به اون یکی روستاها بهتر هستش، اینجوری اومد ویلا سازی شد، منطقه توریستی اعلام شد. الان فرض مثال حیران شما میگیم ویلا سازی شده، درست شده، جای دیگه که ویلا سازی نشده خالی از سکنه شده، اونا کجا رفتن؟ چی شده؟ از کشاورز حمایت نشد، از دامدار حمایت نشد، اینا خالی از سکنه شدن. الان متاسفانه میبینیم اینا با مجوز دهیاری ها ویلا سازی صورت گرفته در دل جنگل. دهیاری ها حالا به چه صورت مجوز میدن که در حقیقت این تو دل جنگل ساخته بشه خدا میدونه. به هر صورت باید با دهیارا صحبت کنیم. اینجا خب به هر صورت منابع طبیعی مقصر نیست، اینا جزو مستثنیاته، ولی خب یه خونه 4 طبقه تو دل جنگل با چه مجوزی ساخته میشه؟ کی مجوز میده؟ این سوالیه که مطرحه و باید به این موضوع پرداخت. ما هیچ دلمون نمیخواد اینجا ساختمون درست بشه، ولی وقتی که قانون میاد میگه آقا شما پرونده سازی میکنین، استعلام میکنین از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اداره برق، نمیدونم انواع اون متولی هایی که هستش، وقتی جواب استعلام اومد باید پروانه صادر بکنیم. چاره‌ای نداره. بله. اینجا چاف چمخاله است، در استان گیلان هست، شهر چاف و چمخاله. این اراضی ساحلی چافه. همونطوری که میبینید که این اراضی شما ببینید چقدر زیبا و پرارزش و با ارزش اقتصادی بسیار بالا و چقدر منابع طبیعی تلاش کرده از اینکه این عرصه و ساحل رو در حقیقت رفع تصرف بکنه بره تا آخر. شما میبینید که شاید منحصر به فرد باشه در سراسر استان شمالی، ولی متاسفانه میبینید که تو این پلاکی که در حدود 300 هکتاره 300 هکتاره تقریبا میتونم بگم که 270 هکتار رو این متاسفانه سند گرفته به نام خودش و از دست منابع طبیعی به مردم در حقیقت خارج شده. که آقای مهندس ایراد کار از کجا بوده؟ ایراد کار از اینجاست که بدون استعلام از منابع طبیعی، بدون نظرخواهی از منابع طبیعی سند صادر شده. خب کی باید اشکال داره؟ صف باید استعلام. آره صف استعلام میکرد، از منابع طبیعی گواهی میگرفت که آقا اینجا مستثنات مالکی اشخاص مالکی منابع طبیعی بهش گواهی میداد. خب این زمین رو همینطوری که میبینید اگر اون دو تا ساختمان رو نشون بدید از اونجا شروع میشه. این زمین تو عرصه 300 هکتاری ماست. میبینید که اونور هم یه رودخونه هست که این عرصه رو قطع میکنه. این محدوده در حدود نزدیک به 300 هکتاره که 270 هکتار رو راه گرفت. منابع طبیعی آقا چیکار باید کرد که حقش رو بتونه بگیره؟ یعنی چه ابزار قانونی باید اضافه بشه به منابع طبیعی که با قدرت‌تر بتونه جلوی اینا واسطه؟ باید برای بقیه اون دستگاه‌ها تعیین تکلیف قانونی بشه که اونا ملزم بشن بدون استعلام از منابع طبیعی سند صادر نکنن.
یعنی یه شب چالش‌ها رو شما تو ثبت می‌بینید. بله متاسفانه. متاسفانه. یعنی یکی میاد میره حتی زمین رو برای احداث کارخونه ای میگیرد. یک سوله کوچیک اینجا زده میشه که هیچ وقت این کارخونه نمیشه، هیچ وقت نمیشه. اسمش هم میاد، رسمش هم میاد، کاغذش هم چاپ میشه، ولی هیچ وقت کارخونه نمیشه. کنارش ویلا میشه. شکل اولیش هم میتونه بشه که مثلا این ویلا رو میسازن برای کارمندا و کارگرا و نمیدونم صاحبانی که اونجا میخوان تو اون کارخونه کار بکنن. یه مرتبه شما میبینید که ویلاهای زیادی در یک جایی که اساسا بایستی صنعتی میشده یا کشتا تولیدی میشده شکل میگیره و صاحبای فراوان هم پیدا میکنه. میشود این مافیا نباشد. اینجا این تپه سرخه معروف لواسان هستش که متاسفانه از 10-12 سال قبل تا کنون عده‌ای سودجو اقدام به گرفتن سند در این منطقه نمودن و مقامات مسئول هم هنوز پیگیر کار هستن، ولی متاسفانه تا به حال به نتیجه نرسیده. کل این زمینا چقدر میشه؟ کل این زمینا با زمینای مجاورش که جزء قاضی آباد میشه و مگس آباد 320 هکتاره، ولی به نظر من خود تپه سرخه نزدیک 100 هکتار وسعت خود تپه هستش. والا به من گفتن اون کسی که ما رو آورد اینجا ساخت ساز نشه. ما بیشتر بخاطر همین اینجاییم که مثلا مسئله بالا نسازن. کی نبره؟ یعنی مثلا شهرداری نبره یا شهرداری زمین شهری یا مثلا از اهالی منطقه نرن بالا برسن. یعنی گذاشتی که کسی نره. بعد اینجا ببینم حکم دادگاه دارین که در حقیقت کیوسک نگهبانی گذاشتین و اینا. حتما داره، چون شرکت داره دیگه. ما از سرویس شرکت اومدیم. طرحهای بسیار خوبی داشتیم. اینجا قرار بود بهترین پارک استان تهران اینجا بزنیم، مردم بیان رفاه استفاده کنن از این قضیه، ولی متاسفانه اومدن گرفتن، تمام قطعه بندی کردن و تصرف کردن. افرادی که میگن ما مالک هستیم، ما هم نمیدونیم کی به ثبت و این ور اون ور بالاخره هماهنگ کردن، دادگاه کارشناس آوردن، بالاخره سند گرفتن. الانم درگیر هستن که 2 ماه پیش هم چند تا خونهشون تخریب شد که توسط مالکینا، ولی قسمتی از این هنوز در اختیار منابع طبیعی و مسکن شهرسازی بازم میتونه واگذار شهرداری کنه که بتونن درخت بکارن و اینجا بشه اون هوای به قول تنفس تهران بشه. ولی به هر صورت حرف شما درسته، ولی این 100 هکتار الان داره قطعه بندی میشه که فروش همش نمیشه. بخشیش ببین شهرداری به اینا مجوز ساخت میده بعد؟ نه هیچ مجوزی نمیده، خارج از محدوده است. نه میدونم، یعنی نمیده بعد، یعنی اینجا ویلا خارج از محدوده است. در حال حاضر خارج از محدوده است. چقدر متراژ این منطقه؟ 321,000 متر این بره. هنوز مجوز ساخت ندادن بهش، دادن یا داره میگیره؟ مجوز اومدن شب و روز ساختن با شهردار و مردار رو ساختن و اینجا هر کدوم که اومدن دست کشتن روش همه‌شون تیلیادرن. اومدن زمین مردم دنچه ضبط کرد. کسی که میاد زمین را با عنوانی میگیرد، عنوان دیگه‌ای میبرد. با کاربری میگیرد، کاربری دیگه‌ای را ازش استفاده میکنه. کاربری کشاورزی است، یه مرتبه چیز دیگه‌ای در میاد. زمین را میگیرد برای اینکه بتوند محصول اون منطقه را بیاره در اون کارخونه فراوریش بکنه، سود به مردم بده. یه مرتبه شما میبینید ویلای زیبای چند طبقه ساختمون‌های مرفهی که هر کسی هم نمیتونه بره تهیهش بکنه و استفاده ازش بکنه. این قطعا بایستی اینجا توجه کرد و دقت کرد. من عرضم اینه اگر به صورت جدی به این موضوع نپردازیم روزی را حتما شاهد خواهیم بود که عرصه های مختلف منابع طبیعی تبدیل شده به سیمان و سنگ و چوب و آهن به عنوان ویلا و بعد صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه‌ای درش نشستن میخوان لذتش هم ببرن، ولی لذت غیر قانونی. منطقه لواسون این همه خونه هایی که ساخته میشه، واقعا این همه کشش ویلا داره. ببین من میبینم باله ها، گوشه ها، شهرداری، خب به چه چیزی در حقیقت؟ متاسفانه همین سوالو میکنن. من نمیدونم چرا لواسان تا رودخونه وسط حدود 200 متر فاصله داره. جوار ما هم که همسایه ما فشمه. شما اگه ببینید حاشیه رودخونه همه 8 طبقه 9 طبقه دارن میسازن. لواسان فقط 2 طبقه داره میده ساختمان ویلا رو و ویلا هم که میسازن همه سپتینگ دارن، تمام فضای سبز رو دارن ایجاد میکنن. همین کارش انجام میشه. میگه چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
آره. این داستان این لباسون اینجوریه. اینجا یه 12,000 متر اینجاست، یه 9,000 متر این پایینه، اون شهربا هست، اینجا هست، اونجا هم که 240 هکتار زمین اینا گرفتن. ببین مثلا من می اومدم تو خودت بچه اینجایی، دلت نمیسوزه این باغای محلی همه اینا خراب میشه همینجوری؟ متاسفانه اگر از بخش کشاورزی حمایت خوب بشه نمیشه، ولی اگه حمایت خوب بشه بالاخره هر کس دوست داره کشاورزی رو انجام بده، ادامه بده. ولی دیگه اینجا لواسون شهر شده دیگه نمیتونی گوسفند نگه داری، نمیتونی گاو نگه داری، نمیتونی کشاورزی کنی، چون یه ماشین کود خالی می‌کنی، همسایه‌ها شکایت می‌کنن پاسگاه و بخشیداری اینور آقا بوی کود میاد. خب کشاورزی داریم کشاورزی کنی منطقه دیگه، پس دیگه از حالت کشاورزی منطقه کشاورزی خارج شده، دیگه شده شهر دیگه. میگه انقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است.